میزنیم به فینال وزن 97 کیلوگرم. این چهره دلاور خوش تیپ، خوش اخلاق و با شخصیت کشتی مقابل این چهره یوری ناکازاتو از ژاپن. مثلا که اصلا انگار نه انگار پارانداز اولو زد، حیف شد از تشک خارج شد، دومی و سومی هم میزد اگر تشک خارج نشده بود کشتی ژاپن. باشه دست رو گرون رفت کمرگیری، همونطور که عرض کردم چه کمرگیری نامی جان نماملی باور منتظر کمرگیری های نام باشید. جانم به این دستو و جانم به این هادی سارمی چقدر خوب آماده چیکار میکنه با کشتیگیر ژاپن. قوس‌های جانانه نگاه کنید با سرعت بالا، انگار نه انگار کشتیگیر 97 کیلوگرم روی هوا هم چرخید و پاس از تشک خارج نشد. دست عنوان فرد پیروز بالا میره. این برد دیگه باید تقدیم بکنه به مهدی داداشش که خیلی دوستش داره.